با ما باشید بریم سراغ یه قهرمان المپیکی. آقای اسمشو نمیگم ولی زنگشون طبقه بلاک 4 که درست اومدیم، زنگ 12. خسته نباشین. آقای برومند؟ طبقه 4. ما زنگ متوجه شدم سعی گفتم طبقه 4. آقا در رو بزن. نه در رو بزن. ده 1313 شهرستان بابلسر متولد شد. پدر مادر من مهدی وکیل دوله از سربازان میز کوچکان. من تا سوم دبیرستان بابلسر درس خوندم. برای ادامه تحصیل چون خواهر بزرگم تهران زندگی میکرد و اینا اومدم پلو اونا مقیم شدم و ادامه درسمو از سال 34 تو دبیرستان فرهمند خیابون حسن آباد، اول مروی بودم، بعد از دبیرستان مروی رفتم دبیرستان فرهمند در حسن آباد تأسیس شد، رفتم اونجا که ششم دبیرستان منم تا هم دبیرستان فرهمند گرفتم و 2 سال بعدش سال 36 بود که من به عضویت تیم. خانمتونم اهل تهرانن. تهران اصلیتش مال میدان خراسانن ولی شمران زندگی میکردن. من با یه افسر شهر پلیس بود به نام سرشار بهروز که دوست صمیمی برادر عیالم بود. خب ما چون قهرمان بودیم اینا دیگه برادر ایشون هم خیلی با من دوست شد و خیابون سبت شمرون هم زندگی میکردن دیگه. ما وسیله بهروز سرشار با داوود جان که باش دوست شدیم اینا دیگه فامیل شدیم و سراغ قهرمانی المپیک در رشته وزن سه تا نشان طلا من دارم از فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری، از کمیته بین‌المللی المپیک و فدراسیون وزنه‌برداری قاره آسیا به خاطر خدمات، زحمات و فعالیتی که داشتم هم در رشته قهرمانی هم در رشته مربیگری هم. این کاپو کی گرفتیم؟ این بعد از زمانی که قهرمانی رو گذاشتم کنار رو در دانشگاه‌ها مشغول مربیگری و خدمت بودم. چه؟ این کاپو آقا یعنی این که تاریخ رو نشون میده. تاریخ رو نشون میده که شما از چه سالی چه موقعی ببینید قهرمانی رو کسب کردین و به این افتخار رسیدین. ورزش قهرمانی خب بودجه هست، پول هست، سرمایه هست، ولی چیزایی هم هست که نشان دهنده خاطرات زحمات خوب و صمیمانه و با حقیقته که یکیش این کاپ برای من بزرگترین سرمایه مونده. میگم مربی‌ها باید همونجوری که رو قدرت و تکنیک ورزش کار میکنن باید رو اخلاق و شخصیت پهلوانی بچه‌هام کار بکنن. شما تو یه المپیک با پهلوان تختی بودین؟ روم و نه دو تا ژاپن. روم و ژاپن. آره 1972 1974. شما الان بازنشسته شدین دیگه؟ من با 12 سال قهرمانی، 7 سال تا 8 سال مربی تیم ملی و 12 سال ریاست فدراسیون وزنه‌برداری، سال 72 رسما دیگه از سازمان تجدید بدنی و
مربیگری و ورزش اینو بازشش کنیم. چند تا شاگرداتون رو میگیم موقع که مربی بودیم؟ بله خوشبختانه یکیش که گفتم آقای نصیری بود، آقای دهنوی بود، کارگرنژاد بود. یکی از پهلوونا که واقعا پهلوون علی والی بود. آخه با ما باشید با یه خاطره دیگه میپیشید.